ایردراپ رایگان گراسپ. سلام، حالتون چطوره؟ علیرضا هستم، با یه آموزش دیگه در کنار شما هستم. خب دوستان، قبل از اینکه بریم برای ادامه کار، ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید، به دوستان خودتون به اشتراک بذارید و اون زنگوله فشار بدین تا اولین نفری باشین از ویدیوی من مطلع میشین. خب بریم برای ادامه کار. خب دوستان، برای گرفتن این ایردراپ لازمه که فقط وارد این سایت بشیم که من لینکش رو داخل دیسکریپشن قرار میدم. من چون قبلا لاگین کردم دوستان، الان این قسمت بعد شما ایمیلی وارد کنین، یک دونه یوزرنیم بعد وارد کنین، یک دونه پسورد، اینجا کانفرم پسورد، این رفرال کد که حتما ضروریه، باید حتما انجام بدین که با لینکی من دوستان وارد میشین نیاز دیگه به رفرال کد نیست. اینجا تایید میزنین و I'm not robot رو کلیک میکنین و رجیسترتون انجام میشه. خب من چون قبلا رجیستر کردم روی لاگین کلیک میکنم. دوستان وقتی که انجام دادین دقیقاً با همین صفحه روبرو میشین، این داشبورد مانندیه. و دوستان اینجا میزنین چی؟ کانکت. لازم روی کانکت کلیک کنید. به اکستنشن دوستان، گراس اکستنشن، بعد اینو روی کرومتون نصب کنید. بعد روی کروم کلیک میکنین، بعد روی اد اکستنشن. خب الان اینجا برام انجام شد. فقط لازمه دوستان بزنید روش لاگین رو کلیک کنید. این دوستان به طور خودکار براتون حالت ماین و امتیاز میده. من ببینم انجام شد یا خیر. خب سرویت ایمیل لاگین رو من بزنم اینجا. خب الان اطلاعات ساینی شدم. اکسس مای اکانت کلیک کنم. خب بله الان کانکت من برای کانکت شده. اینجا دوستان روزانه براش یه آپ تایمه که من دوباره کانکت بزنم که نشون بده. بعد این دوستان چندین بار بزنین تا این کانکت بشه. حالا من اینجا دوستان روی گزینه ریکانکت کلیک کنید، کانکت میشه. یکم باگ داره سیستمشون ولی بالاخره وصل میشه و میتونین استفاده کنید. بعد دوستان اینجا این شما نیاز به هیچ کاری نداره انجام بدید، فقط لازمه که به وای فای تو کانکت بشه برای یک بار، برای اولین بار. اینجا آپ تایم داره که شما حداقل بعد به 100 ساعت برسین در اون زمانی که گفته تا بتونین امتیاز و اون ایردراپ رو دریافت کنید. خب احتمالاً وی پی ان روشن، وی پی ان خاموش میکنم دوستان از این قسمت. الان کانکت شد دوستان. یعنی وی پی ان خاموش کردم، کانکت شد. لازمه که با وای فای شما کانکت بشه. اوپن داشبورد کلیک میکنین و اینجا براتون داشبورد باز میشه. چون الان برام آپ تایم رو انداخت و 1 ساعت و 30 دقیقه داره نشون میده. شما نیاز نیست دوستان هیچ کاری بکنید، فقط لازمه که اینجا نکنید کانکت رو برام زد، آی پی رو نشون داد. شما دوستان نیاز نیست هیچ کاری بکنید، فقط لازمه به وای فایتون کانکت بشین و این خودکار براتون ماین میکنه و امتیاز میندازه. و اگه تون آپ تایم رو به دست بیارین، 100 ساعت رو به دست بیارین، شامل اون ایردراپ احتمال زیاد خواهید شد. و اینکه دوستان بهتر اگه دارین سیستم دیگه دارین، لپتاپ دارین، چیز دیگه دارین اضافه دارین، میتونین با چندین سیستم و لپتاپ استفاده کنید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. کانال منو سابسکرایب کنید، به دوستان خودتون معرفی کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت بذارید. من لینکش هم داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم. انشالله که شامل این ایردراپ بشید. خب دوستان میبینید که بعد از چند دقیقه برای من 101 مثلا امتیاز داد یا حالا پوینت داد. و اینکه اینجا قسمت تو دی ارنینگش یعنی روزانهشه، اینجا فکر کنم قسمت ماین و یا اون امتیاز کاملشه. و اینجا میتونم ناکن چی نوشته از 14 آوریل برای من داره شروع میشه، تایم شروع میشه تا 21 مارچ که اون زمان و اون 100 امتیاز رو شما باید به دست بیارید. از این قسمت دوستان شما میتونین کیفیت اینترنت و اون وای فایتون رو
چک کنید که الان واسه من 75% و بد نیست. هرچند کیفیت اینترنتتون بالاتر باشه، سرعتش بالاتر باشه، براتون ماین بهتری انجام میده و براتون امتیاز بیشتری میذاره. امیدوارم که شامل این ایردراپ بشین و کانال منم دوستان سابسکرایب کنید